تصویر دنیای هنر. یه انتخاب خیلی ناتون ماهی، فقط شباب حتی نمیبینی توی خواب تون ماهی، فقط شباب. خیلی ذلیلت شدم، نکن این کارا. هر کارو بگی بکن میکنم، فقط به من نه نگو. چرا منو نمیبینی؟ چرا وقتی منو نمیشناسی اینقدر از من بدت میاد؟ به همون حجی که رفتی قسم دخترتو سربلند میکنه. سکوت من از بی‌تفاوتی نبود، از بلا تکلیفی بود. بهترین ترانه رو من از چشای تو میسازم، تو قمار زندگیمون تو نباشی من میبازم، اگه باشی در کنار یه نفر داره به خاطر تو تلف میشه، این اصلا برات مهم نیست؟ خیال قربت و غم، خیال نور فردا، دوست دارم دوست دارم، توی دنیا تو رو دارم، دوست دارم. بابت دروغی که بهت گفتم بهت بدهکارم، ولی به همین محبتی که بینمونه قسم میخورم تلافی کنم. فکر کردی میزنم یه وجب از خاک اون آپارتمان به اسمت بشه کور خون؟ مگه غیر از اینه که وقتی اسم یه خونه اومد سری رمانتیک شد؟ همچی بزنم تو گوشت که جنگت بره تو بچه. چند روز دیگه توی کیش مراسم تحویل آپارتمان برگزار بشه. انواع و اقسام طلاق رو دیدیم، اما طلاق به سبک ایرونی رو ندیدیم. در کنار دریای خلیج فارس قرار گرفت. سلام دایزون که همه چی به دایز رفته. یک داستان شیرین و جذاب با یک سری ماجرای عجیب و غریب. ای وای ببخشید، مال شما بود؟ مهرمو حلال کردم، جونمم آزاد میکنم. حاج آقا بخونی. شما مثل که خیلی عجله دارید. مگه میشه آدم برای آزادی عجله نداشته باشه؟ ببخشید متوجه نشدم. مهریه هستی رو تا قرون آخرش از قلقومت میکشم بیرون. شاهی شما هم یه داشت یه چیز دیگه میگفتی که راست میگه دیگه، خیلی سرقم ها مردم از گرما. خب بابا بفرمایید بخورین جیگرتون حالی بیا. افتخار آشنایی کیو دارم؟ بفرمایید شربتتون رو بخورید. اون از خونه خوشش نمیاد، در نونشم سرد میشه. لیلا منو کشتی ای حور بهشتی، زیبای جهانی کی میگه تو زشتی. زنا تو زندگی فقط یه کار خوب بلدن بکنن، اونم اینه که آرامش مردا رو بریزن به هم، وگرنه به هیچ درد دیگه ای نمیخوره. دقیقاً. تا حالا این وقت روز کتک خوردی قضبی؟ این وقت روز نخورده شاید. چی شده؟ خوب میشه؟ عزیز من این لباس آلوده از کنار رو صحبت کن دیگه. یک داستان شیرین و جذاب با یک سری ماجرای عجیب و غریب. فیلمی سراسر خنده. اگه فیلم کینگ کنگو ندیدی؟ میمونه خاطرخواه دختره شده بود که گوریل بود. عشقه. میمون و گوریل نمیشناسه. ببین اصلا وقتی که قراره کنار همدیگه بمونیم، وقتی همدیگه رو دوست داریم، نمیخوام از دستت بدم. طلاق به سبک ایرانی. حامد کمیدی، تینا آخوندتبار، مهران رجبی، رابعه اسکویی، شهاب عباسی، عباس محبوب، سوسن پرور و احمد پورمخبر. انواع و اقسام طلاق رو دیدیم، اما طلاق به سبک ایرانی رو ندیدیم. طلاق به سبک ایرانی. تهیه کنندگان فرهاد گلی، سیروس جوکار، کارگردان فرید کلهوری. طلاق به سبک ایرانی.
طبق قوانین حقوق مؤلفین و مصنفین کلیه حقوق این برنامه محفوظ و مربوط به این مؤسسه می باشد. تکثیر از آن به هر نحو طبق مقررات مجازات‌های مربوط به متخلفین فعالیت‌های ویدئویی پیگرد قانونی خواهد داشت. تصویر دنیای هنر. پدر و مادر عزیزم، راهی جز سفر مرگ برایم باقی نمانده است. به خشکی شانس وصیت‌نامه هم نمیتونم بنویسم. خدایا منو ببخش. یادت باشه که من دارم ناکام از دنیا میرم. خدا حافظ زندگی. منو ببخش آقا جون. دیگه چاره ای نداشتم. درم در اومد. چقدر معطل شده باشم توی این میدونای میوه و تره بار خوبه. هرچی میگم نمیخوام بیشتر بریزی. 2 کیلو رو میکنه 3 کیلو، 1 کیلوش هم آشغاله. تو چه رنگ و رویی کردی بهروز؟ منو ببخش مادر. میدونم برات سخته، ولی ازت میخوام صبر داشته باشی و تحمل کنی. باز چه گندی زدی داری اینطوری زبون میچرخونی؟ این دیگه آخریشه. دیگه از من هیچ گندی نمی. من خودکشی کردم. پس چرا هنوز زنده ای جگرگوشه؟ خواستم خودمو دار بزنم نشد. برای همین رفتم سراغ جعبه داروها، قرص آرام بخش رو برداشتم، همشو خوردم. از کدوم قرص خوردی؟ چند تا خوردی؟ از اینا همش هم خوردم. همشو خوردی؟ آره، منو حلالم.
خاک تو سرت کنن. بابا تا که بدونه تو قرصای مسهلشو برداشتی خوردی، میدونی چه علم شنگی به پا میکنه؟ مسهل؟ آره دیگه، این یکی از دوستای بابات براش از خارج آورده. جون بابات به این بنده. میدونی اگه نباشه چه پسرش می خدایا، یعنی تو حوری هم شانس نیوردم. آخه این چه فرشته ایه برای من انتخاب کرد. بازم شکره. خوشبختم. صبر کن به من دست نزنی یا مردی گفتن زنی گفتن. چه معنی داره؟ نه من حوریم نه اینجا بهشته. یعنی من نبردم؟ نه خیر، زنده ای، اینجا بیمارستانه. یعنی چی؟ من باید بمیرم؟ باید بمیرم. خودتو لوس نکن. تو اگه ازدواج کرده بودی الان بچه‌ت از منم بزرگتر بود. از شما؟ بله. خانم من مشکل دارم، من بدشانسم، بد بیارم. زن کدومه؟ بچه کیه؟ زن همونیه که تو رو به دنیا آورده. بچه هم تویی که بی‌مزه‌ای و کارهای احمقانه انجام میدی. بابا چی از جون من میخوای؟ ولم کن. کسی تو رو نگرفته. ولم کن. تازه ولت کردن که خودتو به روزی انداختی که دستشوی توالدم از دست داسایش ندارن. واه خدا نصیب گرگی بیابون نکنم. نسکه خانم بچه حالش چطوره؟ خوشبختانه خطر رفت شده. منتها چون بدنش آب زیادی از دست داده باید فعلا زیر سرم بمونه تا الکترولیت‌های بدنش به حد نرمال برسه. حالا خود دکتر برای ویزیت میاد. اگه تشخیص بده میتونه جگر گوش نادون من چی کردی؟ الکترود از دست دادی مادر؟ گفتم از اون قرمزا بخورم. حرف نزن. همچی بزن تو سرت که اون دیگه مادر خدا زدتش. حالا شما خود دعوا رو بندازی که چی؟ راست میگه، خدا زدت هم دیگه شما نمیخواد بزنی. بچه نادون اینقدر ناشکری نکن. این همه الکترود از دست دادی. آخه تو پدر مادر بالا سرت نیست که هست، 4 ستون بدن سالم نیست که هست، خوشتیب نیستی که هستی، تحصیل کرده نیستی که هستی. تو چیت کمه مادر؟ خب یه جو عقل اونو خدا به ما داده. شرعن نگو بابا، یه جو شانس. آدم علیل باشه، بدبخت باشه، مثل این زشت باشه، ولی یه جو شانس داشته باشه. خدا همه رو بهش داده، اون شانس رو نداده. یکی از همراهای مریض بیاد سرپرستاری برای تشکیل پرونده. خب مادر میخوای کیف دلار؟ همین الان چی پول داشتم ازم گرفتی؟ من همش ساندویچ خوردم الان. یه ساندویچ 200,000 تومان؟ ولش کن، نمیخواد اینجوری تو بری. تو رو ببینم فکر کنم بچه‌ای با دلار پناه حساب میکنن. مادر من اینا مودم قبل نیستن، اینا سیویله. اون سیویله. حالا برو حساب کن ببینم چیکار میکنی. اسم سیویلی شده. سلام خانم، ببخشید. سلام آقا، مواظب باشید. ببخشید می‌خواستم داداشمو ترخیص کنیم. پروندهشون بفرمایید.
ببینم سابقه بیماری روحی روانی داشتن؟ نه ولی یه مقدار از اول چر و چت بود. بله بالاخره داشتن یا نداشتن؟ نه اولین بار چند دیوونه بازی در میاره خودکشی میکنه. ما میخوایم منتقلش کنیم به بخش اتاق خصوصی. نه اتاق خصوصی خودمون داریم خونمون، دست شما در نکنه. بالاخره از لحاظ ما باید 48 ساعت تحت نظر باشیم. ببین اگه خونه خودمون باشیم ما 72 ساعت شاید هم بیشتر زیر نظرش میگیریم. خیالتون راحت. بله. بچه تو چرا داری چونه میزنی؟ لابد یه چیزی میدونه میگه باید نگهش دارین دیگه. نه میدونم مادر، من گفتم یه موقع مداوم اینو نشیم بعدشم سوشه نمیبریمش. کاری نداشته باش، حالا میریم بعدم بابا تنها دیوونه میشه تو ماشین. مگه بابا بود میومد تو الان؟ حالا میبریمش. دست شما در نکن. فرصت یه روانشناس پسرتون رو باید ویزیت کنه. آخه مگه من دیوونم که برم پیش روانپزشک؟ ای بابا جگرگوشه، من نمیدونم کی به تو یاد داده هر کی بره پیش روانپزشک دیوونه است. من مشکلم بدشانسیه، بدبیاریه مادر من. مشکل دیگه ای ندارم. خیلی خوب کم حرف بزن. پارک کن زود بیا پایین. آقا اینجا پارک نکن، چلو پله. آسه مالا بگیر. آقا ببخشید حواست به این ماشین باشه، من الان برمیگردم. بابا چی کار میکنی؟ انداخت سر مردم. چوق بس کوتاراستو. تقصیر شما نیست بابا، من آدم بدشانسیم. این چه حرفیه؟ اتفاقا خیلی خوش شانس بودی که جلو پات خود زمین. اگه بد شانس بودی که میخواد تو سرت. خانما سرشون کوبیدم به تاق. گفتم داریم میریم سمینار. آره ببین عزیز دلم، تو فقط پاستو بذار توی پاکت، بده دست پک. نوبت شماست آقا، بفرمایید. من تنها میرم. لطفاً همینجا منتظر بمونید. بقیهش با من. اوکی؟ خداحافظ. بفرمایید. ببخشید آقای دکتر، یه مریض سفارشی خانم کلانی معرفی کردن. بچه‌ها ویزیتش کردن؟ نه مریض داشتن، گفتم مستقیم بیارم خدمت خودتون. این تو که چیزی ننوشته. مشکلش چیه؟ خودکشی کرده، نجاتش دادن. بفرستش تو. چشم. سلام جانم. بیا تو. میبخشید من سر وزم یه مقدار آخه. اتفاقا خیلی هم قشنگ و زیباست. بفرمایید بیا بشین. ببینم خودت طراحیش کردی؟ نه خیر، یعنی داشتیم میومدیم مطب شما یهو یه چیزی از آسمون افتاد جلوی پام. جدی؟ خب چی بود؟ بشقاب پرنده که نبود؟ نه یه استانبولی بود با سیمان و گچ و دعا. ببینم چرا فکر میکنی باید خودتو بکشی؟ من واقعا آدم بدشانسی ام آقای دکتر. هرچی اتفاق بده برای من میفته، هرچی بلای سر من نازل میشه. همه کارهای خوبی که دوست داشتم انجام بدم به یه دلیلی اتفاق نمیفته، انجام نمیشه. دیگه خسته شدم، به اینجام رسیدم. ببخشید. سلام استاد جعفر. حال شما چطوره؟ نگرش دار، من خودم میام سر ساختمون. همین که گفتم تا نیم ساعت دیگه میام. خداحافظ. روزی که من این ساختمون رو شروع کردم کیسه سیمان 4000 تومن بود، الان شده 14000 تومن. این بدشانسی نیست؟ نه تو بگو، این بدشانسی نیست؟ خب بله، نمیدونم بعد آوردیم. آهن گرون شده، مفتول که گیر نمیاد. حالا من باید خودم رو بکشم؟ نه جانم، نه عزیزم، باید متر 300,000 تومن بکشم رو ملک. خب وقت امروز ما دیگه تموم شده. در واقع 5 دقیقه هم اضافه نشستم. مهم نیست، مهمان من.
من مثل دکترای دیگه نیستم که ببندمت به قرص و شربت. زندگی رو عشق است. بانکوک عشق است. در ضمن قد اسرائیل صدا نکن. وقتش که برسه خودش میاد سراغت. بلند شو. تو امروز یه شانس بزرگ آوردی. چی؟ خانم دکتر اسدی یکی از بهترین شاگردای منه. چون من میخوام برم مسافرت، خانم دکتر اسدی از این به بعد تو رو ویزیت میکنه. خسته نباشید خانم دکتر. بفرمایید. بیا عزیزم، غریبی نکن. خانم دکتر اسدی، بهروز جان از دوستان جدید ماست. از فردا در خدمت شماست. خوشبختم. دیدی؟ تو همین الان میگفتی که من بدبخت‌ترین آدم دنیا هستم، اما در الان میگه خوشبختم. ببین فقط این معانی در ذهن ماست. حالا من چیزی گفتم. خب برو از خانم منشی وقت بعدی رو بگیر. برو. اگر تا 2 دقیقه دیگه معطل کنی وقت این 10 دقیقه هم ازت میگیرم. من فردا مریض ندارم. میتونین صبح اول وقت تشریف بیارین. فردا سر ساعت 10 اینجا. خدا نگهدار. خدا حافظ جون. سلام آقای دکتر. سلام. ببخشید دارین تشریف میبرین؟ آره. بله. کارهای عقب افتاده زیاد دارم. بله. فردام که مسافرم. سلامتی، ایشالا بهتون خوش بگذره. فقط خیلی معذرت میخوام توی این مدت که شما تشریف ندارین وقت تکلیف مریضا چی میشه؟ پس شما فکر میکنی شما دوتا رو من برای چی از دانشگاه کشوندم اینجا؟ اینا مریضای شما هستن. خاصیتشون هم اینه که نه میمیرن نه خوب میشن. بله متوجه شدم. آقای دکتر یعنی این پسره همین مریض جدید؟ بهترین کیسی که میتونین واسه پایان نامتون پیدا کنید همین پسره است. با پارانوید حاد و علائم ویژه. فکر میکنه از آسمون دوغاب گچ رو سرش میریزن. خودکشی کرده. فکر میکنه بدشانس. ولی من تا حالا به تنهایی اگر تا زمانی که من برمیگردم راش انداخته باشید، از نظر من شما فارغ التحصیلید. پایان نامتونم خودم امضا میکنم. خب من دیگه باید برم. خواهش میکنم. خداحافظ. خوش بگذره آقای دکتر. ارادتمندیم. خواهش. پریسا این ما دیگه دکتر شدیم. الکی رفت یه مطب شیک و دیگه کلی هم مریض و بزن قدش. فقط میخوام این پایان نامه لعنتی رو بدم و خلاص شم. همه مریضا مال تو. من فقط بتونم این یکی رو به نتیجه برسونم و برام کافیه. سلام، عصر عالی بخیر. سلام، چطوری؟ وقتی تو رو نمیبینم چطور باید باشم؟ بد. برو. دلم برات خیلی تنگ شده. دروغ نگو. حالت چطوره؟ من بد نیستم. به اینش هم سلام میرسونه. بابا این دختری چی میخواد از جون نامزد خوشگل من؟ یه لحظه هم تنهات نمیذاره ها. اذیت نکن. شام بیام دنبالت؟ میدونی که مامان مریضه. برم یه سر بهش بزنم. منم حالم خوب نیست. کی باید به من برسه؟ پس اقلا بذار تا خونه بیام برسونم. از تاکسی و اتوبوس که بهتره. آخه تو برسی اینجا منم دیگه رسیدم خونه. چه کاریه؟ چشم به هم بزنی رسیده. عجیب. خیلی بی‌مزه ای. اوه ماشینو. روانی. خب خیلی خوش آمدین. آقا منزل ما رو منور کردین شما. پارسال دوست امسال برو بابا. ماشین نوتو مبارک باشه آقا کامران. ماشاءالله خیلی هم بهتون میاد. والا ماشین ما که به اندازه یه ستون خونه شما نمیشه. در ضمن ماشین بنده نیست، ماشین عموجانه. ما هم که راننده ایم دیگه. ببین عموجان دلخور میشه بفهمه با ماشینش داری مسافر کشی می‌کنی. ولی راستی یه خبر خوب، مشکل پایان‌نامه‌ام داره حل میشه. جدی؟ پس من فردا گوسفند بیام وسط مطب بکوبم زمین. اینطورم رفته مسافرت. کیس عملی هم داده پریسا روش کار کنه مثلا. بی خود کرده. من نمیذارم این عملی حرف بزنیم. عملی از اون نظر که نه. ببین یه بیمار روانپریشه مثل خودت.
نه جدی قراره این 3 هفته رو اون کار کنم. خب بعد پایان‌نامه میخوام رو همین بنویسم. حالا مرد یا زن؟ یه پسر همچین جوونه رسما یه جوریه. ببین بیا پایان‌نامه‌ت رو من بنویس. روانی‌تر از منم پیدا نمی‌کنی. قول میدم 3 روزم درمان شه. تو هم همه چیزو به شوخی میگیری. ببین اولین پروژه مستقل من یعنی 3 هفته دیگه خلاصی میتونیم بریم؟ تو هم هی عجله میکنی؟ چیزی که زیاده وقت. بله جناب عالی گرین کارت داری و خیالت راحته. بنده بعد عقدنامه نشون بدم ویزا بگیرم و نکنه میخوای بدون من بری ها؟ خدا رو شدیدی. شایدم تو بدون من رفتی. اینجا نوشته که شما خودکشی کردین چون فکر میکنین که بدشانسین. درسته؟ ببین خانم من یه بار همه حرفامو به این آقای دکتر زدم. اگه حرف تازه‌ای نداری من بلندشم برم دنبال بدبختی. خب این نکته دقیقاً همینجاست. شما دنبال بدبختی میرین پس طبیعتاً هم بهش میرسین. یعنی انقدر تلقین میکنین که بدبخت و بدشانسین تا واقعاً سراغتون بیاد. خانم من رتبه‌ام شده بود 220. آفرین. پس بچه درس خونه بودی؟ بالاخره دیگه. فکر میکردم هر رشته‌ای که بخوام قبول میشه. تصمیم گرفتم برم دانشگاه شریف رشته الکترونیک. به همه اهل محل شیرینی دادم مادر، همه به تبریک گفتن. بابا بذار اسم من تو روزنامه در بیاد بعد این کارها رو کن. در میاد جگر گوشی قصه نخور. خب جگر گوشه یا نگاه کن ببین کد دانشگاه شریف 16 است. خب ببین درسته 16 درسته. زود باش مادر بیا بریم خانم جلیلی کارت داریم خانم تبریک بگیم. ما بدشانسیم دقت کن اینها. ببین درسته دیگه زود باش. بریم. خدا شکر صنعتی قبول شدم. تو چیکار کردی؟ هیچ نمیدونم چی شده. مدیریت صنعتی فساد. من کد 16 رو زدم مطمئنم. تو که رتبت بالا بود مطمئن شما کد درست نوشتی؟ خودم هم نمیدونم چی شده. حالا بیا بریم بعدم باید اعتراض بدیم. رفتم اعتراض دادم. بعد معلوم شد به جای کد رشته که 16 بوده من زدم 160. هنوز من نفهمیدم اون نقطه لعنتی از کجا اومد. اولا به نظر من بدبیاری نیست. اشتباه انسانی که خیلی ممکنه مرتکب بشن. شاید بر همینم باشه که نحوه انتخاب رشته رو سال‌هاست که تغییر دادم. خانم دکتر من الان قضیه سربازیمو برای شما تعریف کنم مطمئنم که شما باورت میشه من آدم بدشانسیم. سربازی که دیگه همه آقایون باید برن. خوششانسی بدشانسی ور نمیداره. چرا خیلی فرق میکنه 2 ماه آموزشی کجا بندازنت. چجوری تقسیمت کنن که سربازی برات بهشت بشه یا جهنم. و هیچ وقت اون روزو یادم نمیره. هممون جمع شده بودیم تو حیاط پادگان دوره هم. منتظر بودیم تا به صف شیم. یه مرتبه متوجه یکی از دوستام شدم. به طرفش رفتم. تو صف آخر بود. با هم خوشوبش کردیم. بالاخره موقع تقسیم رسید. آقایون به ستونای یک ردیف 9 تایی وایسید لطفا. آقا سریعتر لطفا آقا. به ستون یک پشت گردن نفر جلویی. کس تا خون نخوره دیگه. از این صف تا دو ردیف آخر این وریا بمونن شیراز. 07 شیراز آموزش میرن. اون وریا 08 خاش. ببینی بدشانسی رو به همین راحتی نموندن شیراز ما باید بریم خاش. ببخشید تو خدا تقصیر من شد. نه بابا فدای سرت عوضش آموزشی با همین حال میکنی. من که موافقم. گفتم باید تقسیم بشی دفترچه بگیری بعد نامه معافید میاد که ترخیصت میکنن. تا آخر سربازی هم تو خاش نگرم داشتم چون تنها لیسانس وظیفه‌ای بودم که رانندگی بلد بودم. هنوز قبول ندارین من با آدم بدشانسی ام؟ نه که دلیل بر بدشانسی نمیشه. خارج رفتنم چی؟ میخواستی بری خارج؟ داییم یه دعوتنامه معتبر از یه دانشگاه تو اروپا برام فرستاده بود. کارت سوار شدن هواپیما رو گرفتم. یهو بهم گفتن باید برم دفتر حراست فرودگاه. باید به موقع برای ثبت نام خودمو میرسوندم. همه ی دوستام رفتن من جا موندم. بعدن معلوم شد فقط یه تشابه اسمی بوده که باعث شد من به موقع برای ثبت نام نرسم. شما به این نمیگین بدشانسی؟ یه اصل دیگه هم هست که از نظر علمی ثابت شده. اینکه همیشه بعد از یه سری بدشانسی‌های کوچیک مثل اینایی که تو الان تعریف کردی یه شانس بزرگ در انتظارته. یه شانس خیلی خیلی بزرگ. بله. چرا ماتت برده 4 دل وا کن دیگه. سلام آقا. ماشین نو مبارک.
نشناختم. چند ماه حقوق من نداده، بعد رنگ به رنگ برای من ماشین عوض میکنه. بی پدر. چی کار کنیم؟ یه سری خوششانسی براش ایجاد کنیم. یعنی صحنه سازی کنیم؟ نمیدونم، ولی فکر کردم اگه یکی دوتا خوششانسی بیاره شاید فکر خودکشی بیاد بیرون. واسه من مهمه که قبل از برگشتن دکتر هادوی حال این پسر یه جوری عوض شده باشه. آره بابا، اون که ساده، البته اصلا باید حالش خوب بشه. ببین شانس واقعا یه چیزیه. به نظر من اگه داشته باشی به مغزم دیگه احتیاج نداری، یعنی مغز دیگه تعطیل. ولی مهم اینه که تو خودت واقعا به شانس اعتقاد داری. نه، یعنی نمیدونم، پسر یه چیزایی میگفت که خودم هم داره یه جوری باورم میشه که بد شانسه. چه میدونم، همینجوری یه فکرایی کردم، شایدم اشتباهه. نه اتفاقا فکر بعدی هم نیستا. بعدش خودمونم کلی تفریح میکنیم ها. چی میگی تو الکی؟ خوششانسی که زورکی نمیشه. واقعا خوششانسی چیه؟ مثلا پول پیدا کردم. اگه داداش دایکیش به تو نرفته باشه نقشمو میگیره. داره میاد. عروسی تشریف میبرین؟ بدون کارت زایست ها؟ نه لباسم لک شده بود، گفتم اینا رو بپوشم. خوبه؟ تو که اتاق ما رو غصب کردی، ما رو هم کارتون خواب کردی. یارو واسه چی میخوای بری پیش روانپزشک؟ من هفته اگه بمیرم پامو اونجا نمیذارم. گفتم 3 جلسه پول دادیم، حیفه نرم، پول سوخت میشه. آها، از اون نظر میگی. من فکر کردم چون دکتر تغییر جنسیت داده شده خانم دکتر میخوای بری. ببین میخوای من برم؟ منم یه مدتی قاطی کردم و من میگم شاید اصلا مشکل منم. بذار من جناب پسر خاله کلا قرمزو، به جای این همه دلیوری و چرت پرت که داری میگی ها، بلند این ماشینی و وامونده را بنداز برو دم این آژانسو یه لقمه نون در بیار. فردا پس فردا سر برجن میاد پایین اجاره میخواد. نه نتونم که سر ماه بشه بعد علنگوهاشو عوض کنم. رو هم چشم آبجی عزیزشو. برای این بنده خدا یه جو پیدا کن. بله نه خیر، اشتباه زنگ زدیم. بله طبقهشون بالو ولی زنگشون پایینه. شما پایینی رو بزن، بالو جواب میده. ننتون رفته از جهرم پرتقال بیاره آبشی بگیره؟ جای این همه جر و بحث کردن و بهتره دکمه اف و فشار بدی. ماشاءالله همه حواست به این پرنده است. بفرما. ای بابا، مرد که بلد نیست، برداشته همه سیما رو قاطی پاتی کرده و میای اف و برداری تلویزیون خاموش میشه. میای تلویزیون رو روشن کنی یخچالت خاموش میشه. تقصیر خودتونه. یه بار درست بری تو شکمش دیگه این غلطا نمیکنه. تو هرس نخور، جگرگوشه برات خوب نیست. ما رفتیم این نون پنیرم بگی به تیپ من نمیخوره. خداحافظ. ولی یه هات داگو بخر سر راه. به تو بخور. من باید برم به تلفن مهم بخوام دکتر بزنم. چیز اضافه دیگه ندارین بدین ما؟ آقای هاشمی تا چند روز دیگه میندازمشون بیرون. البته یه تعمیرات کوچیکم داره ها. من به شما قول میدم هفته دیگه هم اوایلش میتونی اساس تو بیاری. سلام آقا فریدون. سلام علیکم. آقا فریدونی سیمیمای آیفون رو قاطی پاتی بس کردی، هر کی با شما کار داره زنگ ما رو میزنه. شما که میخواین چند روز دیگه برین آقا بهروز، چه فرقی میکنه؟ تا شما حکم تخلیه رو بگیری ما در خدمتتون هستیم. تا اون موقع این آیفون باید درست بشه. آیفون درسته، منم کارای برقیم حرف نداره. آره آقا فریدون، من جلو ایشون دارم میگم فردا یکی زنگ زد باد کار داشت، من سنگ قلابش کردم، از ما دلخور نشی ها. آقا الان یه دقیقه شما برو زنگ خودتو بزن ببین کی جواب میده. برادر من ببخشید. این نیست که این یارو بهروز نیست که. جانم سلام. سلام. ببخشید این چیزایی که براش میزن سرجش این 2 تا چک پول. چی قربونه؟ عرض کردم 2 تا چک پول زمین بود، مال من بود. کدوم چک پول؟ سرجش. آقا اینجا بود دیگه، خودم دیدم براشید. عزیز من چک پول کجا بود؟ این منی شما.
بفرما بیجا بفرما. من که 2 تا جیب بیشتر ندارم که. باشه آقا باشه. راضی شدی آقا؟ نه آقا من که راضی نشدم، زنگ میزنم پلیس. ببین پسرم برو خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. بفرما. آقای عزیز ما اینجا هستیم، از اینجام تکون بخور نیستیم قربونتو برم. برو دنبال یه جا دیگه برای خودت بگرد. یا علی مدد. آقا جان من برو خدا روزی تا جای دیگه حواله کنه. آقای مهندس اجازه میدین؟ خداحافظ. چطوری جوجه دکتر؟ ببین با مامان پسر حرف زدم آره دیگه میگیم از طرف بانک و اینا. همین 2 تا سکه. نه بابا یکی کمه، خیلی زشته. فقط طور خدا جون مادرت این دفعه این سرایدارتون رو نیاری ها، دوباره نقشه‌هامون خراب میشه. میام دنبالت باش. خداحافظ. میتونم بپرسم قضیه این سکه و نقشه و بانک و اینا چیه؟ مال پایان ناممه. بعدم براتون تعریف میکنم. آها. مرد نوازنده ام، میبینی که دل زنده ام، ساز میزنم میخونم، بان لبه پرخنده ام. آقا پیاده شما هم بریم صبر کن میبینم خیلی دلت کوکه. چرا که کوک نباشه؟ آمان دارم برات. ببین آوانس بهت دادم ضایع نشی پیرمرد، با یه حرکت اسبتم میگیرم برات. منو میترسونی، بی اسبم میتازم. اوهو بی اسبم میتازی. نداره. حالا به سلامتی وجود کاری که میکنم کیشت کردم، حالشو ببر. منو کیش میکنی؟ فیشت میکنم. ما خودمون زنبورچیم، شما دیگه به ما نیش نزن. پیاده به درد نمیخوره جعفر آقا. کی شماد افت خانوم، کی شماد افت خانوم، کی شماد افت خانوم. افت چه به بهنوشم. بله. نه دیگه حرف زدیم، خیالتون راحت باشه. باشه مرسی. خداحافظ. آواز دادم. آره. خب خانم بازنده بریم دیگه تا دیر نشده ها. بابا خیلی جر میزنه. کارش جر زدنه. خب چی شد جعفر آقا؟ میرم در میزنم، میگم من از بانک تجاری اومدم. بانک تجارت جعفر آقا؟ منم که همینو گفتم، میگم با آقای خوشقباله کار دارم. بابا خوش اقبال. اصلا نمیخواد هیچی بگین. برین اونجا زنگ طبقه اولو بزنین، بگین از بانک اومدم، با آقا بهروز کار دارم. بهروزو که دیگه یادتون میمونه. اگه یادم رفت یاد بهروز وثوق میافتم، یادم میاد. ای بابا اختیار داری خانم، اینقدر کم حافظم بد نیست، مخم کار میکنه. خیلی خوب، پس وقتی اومد دم در میگین شما 2 تا سکه تو قرعه کشی بانک جایزه برد. بله. اینم میدیم بهش. آی دستتون درد نکنه. چشم. ببخشید پریچه خانم، شما که تو بانک تجاری کار میکنی لااقل یه وامی برای من ردیف کن. جعفر آقا من مخلصتم، برو قربونت برم، برو. بله؟ ببخشید با آقای قبولی کار داشتم. اشتباه اومدی. مثل اینکه با آقا فیروز کار دارم. فیروز نداریم اینجا پدر جان. اشتباه اومدی. نه درست اومدم. شما 1 دقیقه بیا دم در، خبر خوشی دارم برات. از کجا اومدی؟ از بانک صدارت. بیا بالا ببینم چی میگی. طبقه دوم. سلام عزیزم. اینقدر این بابا بدشانسه که باورش نشده برنده شده. بهنوش تو از این یارو آیکیوتر پیدا نکردی ها. خب سرایدارمونه بابا، بیچاره خیلی مرد نازیه. خب چی کار کنم؟ توقع داشتی بابامو بردارم بیارم؟ نه جعفر آقا، یه همچی اسمی بود که آخرش زیه داشت.
ببینم فیروز نبود؟ فکر نمی کنم. فرامرز؟ بازم فکر نمی کنم. پس حتما بهروز بود ها؟ بازم نه. ببینم فریدون نبود؟ یه چیزی شبیه همین که گفتی. فریدون؟ شما یعنی فریدون هستی؟ آره عزیزم دیگه. باریکلا خوبه یادم انداختی فریدون بود. فریدون خود منم قربونت برم. حالا چی کار داری جونم؟ از بانک صدارت اومدم. بانک صدارت؟ خب چی کار داری؟ 2 سکه طلا برنده شدی. ای الهی قربونت برم. بابا اینو زودتر به من بگو. خانم مژده بده، از بانک برنده سکه شدیم. برو تو قربونت برم، برو تو. دیر کردی جعفر آقا، چی شد؟ دادم بهش، خیلی خوشحال شد. تا دلت بخواد ازم پذیرایی کردن. خانومش شاد شده بود. چه شادی. آقاشون که دیگه هیچی، بر در آورده بود که خودم شاخ در آورده بودم. خانومش؟ بله همون خانومش. میگفت چند وقت رو شانسیم رو قرتکیم. چیزی میگه دیگه ایران خانومو. پسرش چی میگفت؟ پسره که تو خونه داشت بازی میکرد. هنوز زبونش باز نشده که حرف بزنه. ماشاءالله عجب توپل مپله. منم همچین یه وام توپل واسهتون جور کنم. منم که همینو گفتم. آفرین دخترم. سلام. مشکان بهم نگفته بود آژانس کار میکنی؟ گفت راستی بلند داری. بله؟ حالا مهم نیست. بشین بریم زودتر، اینجا تو محل ناجوره. خانم من فکر میکنم شما منو با کسی دیگه اشتباه گرفتون. وای داداشم اومد. بشین بریم زودتر. داداشه؟ پیاده شو خانم. پیاده شو. این مسخره بازی‌ها چیه؟ پیاده شو ببینم. جون مادرت بشین بریم. داداشم منو با این قیافه ببینه دارم میزنه. اینجا چیکار می‌کنی دختر؟ چه قیافه‌ایه؟ خفه شو. هردک به خود ناموس نداری؟ آقا والا به خدا ما اصلا این خانومو نمیشناسم. این داداش خر خودتی. همتون سر تا یک کرباسی. اولش دختر مردمو گول میزنید، بعد که خرتون از پال گذشت دیگه طرفو نمیشناسید. آقا یه دقیقه مهلت بده. خرد چیه؟ پل کدومه؟ من دارم میگم من عقدش کنی. آخه برای چی میزنی مرد ناحسابی؟ چی کار میکنی آقا؟ تو چه خانم؟ خواهر من اخفال کرده این مرتی که. دروغ میگه. 100 دفعه دارم بهش میگم آقا اشتباه گرفتی، سوء تفاهم شده. عوضی گرفته اید. ایشون همسر من هستن. این اولین بارم هست که میاد اینجا دنبالم. احتمالاً اشتباه شده ها؟ خجالت بکش. میبینی تو رو خدا خانم دکتر، هرچی بلا از آسمون نازل میشه رو سر من میاد. بله مثل اینکه خیلی هم بلا بودن طرف. ولی جدی از امروز میخوام شیوه درمانیمون رو عوض کنیم. خب با یه سری از واقعیت‌ها روبرو بشی که اینقدر درگیر توهمات خودت نباشی. توهم نی به خدا. یه اصلی هست که میگه بین حقیقت و واقعیت هم کلی تفاوته. تو باید با حقیقت روبرو بشی. نگاه کن. اینا با اینکه یکی از اعضای مهم بدنشون رو از دست دادن ولی امیدشون رو از دست ندادن. ببین با یه دست یه پا چه جوری دارن ورزش میکنن. اون وقت تو سر و مرو گنده میخوای خودتو بکشی. چی بگم؟ من حاضر بودم یه پا نداشتم ولی مثل اینا خوش شانس بود. ای بابا دیگه ناشکری نکنین آقا، به روز خودتون دارین میرین. بچه بیان از این بریم. سلام. خسته نباشی. خیلی ممنون. معرفی میکنم جناب آقای نجبی پسر خاله من هستن. آقای خوش اقبال دیگه. خانم دکترم که خوب هستین. خیلی حامد جان خوبی؟ چه عجب از این برا. ببین نیزه رو چقدر بلند پرتاب کرد. این بچه‌ها فوق‌العاده‌ان.
با وجود معلولیت هایی که دارن بعضی از وقتا رکورد هایی رو میزنن که هیچ آدم سالمی نمیتونه اونو به حد نصاب برسونه. چون به زندگی امیدوارن. میگم یه خورده بریم عقب‌تر، اون نیزه داره پرتاب میکنه. من گفتم رکوردشون خوبه ولی نه اینقدر. اونجا رکورد جهانیه. بیا نیزه اگه قراره بخوره به پای من میخوره، رکورد دنیا رو میشکنه. آخه برادر من تو رو چه به ورزش، تو همجوریش تو خیابونا راه میری سیبل کبوترایی بلند شدی رفتی پرتو نیزه. حداقل یه ورزش درست میرفتی. من نرفتم بابا، این دختره دکتر ما رو برداشت برد. نه بابا دکتر خشنیه. از فردا هم مطب رفتن و خانم دکترو و این قرتیبازیات دیگه تعطیل. دکتر روان پزشک یکی یکی به نوبت میافتیم دنبال خونه. اول من، دوم شما، سوم کاکات. حالا من میگم این آقا فریدون یه شاخشونه کشیدک بر آقا، شما چرا از این فرمایشا میفرمایین؟ آخه اگه من اینجور نگم اینا فکر میکنم ما حالا نشستیم. بذار فکر کنن که ما میخوایم بلند شیم بلکه به فکر تعمیر این سولاخو باشیم. این بدشانسی من زندگی شما رو هم به هم ریخته. دیگه نگی بدشانسم جگرگوشه. اگه فقط یه متر بالاتر خورده بود به قلبت، اون وقت میمردی بدشانس بودی. حالا خوش شانسی. یکی مثل ایده شما بدشانس، یکی مثل آقا فریدون خرشانس. چند روز پیش یه ترول 50 دم در پیدا کرده، 2 تا سکم تو بانک برده. اینقدر خوش شانسی که برق کل ایران بره، این باز من برق برم. درست میشه. این جگرگوشه منم شانس میاره. از قدیم گفتن بعد هر بیشانسی یه شانس بزرگ در راهه. اینو خانم دکترم میگفت. خانم دکتر به گور باباش خندیدن. از فردا ارسیای تو ور میکشی؟ من؟ نه بابا تو که ارسی نمیپوشی، دمپایی میپوشی. اینو میگم. راه میافتی دنبال کار. کاکاتونم لچک و اصلش ور میداره و کم هم این روغنایی تو آشپزخونه میماله و سر واموندش. راه میفتی میدم آژانس، ماشینا رو طی میکشی، آژانسی رو دستمال میکشی، چای درست میکنی و تلفن جواب میدی. تموم شد. ادب شدم بچه‌ها. چرا غذا تو نمیخوری؟ اشتها ندارم. چرا طوری شده؟ نه یعنی آره، این پسر اعصابمو خورد کرده. پسره؟ کدوم پسره؟ همون که دارم پایان ناممو روش مینویسم دیگه. قدر بدشانسه که همه اصول علمی و فیزیکی و روان پزشکی پیشش کم آورده. منظورت چیه؟ یکم واضح‌تر بگو ببینم میتونم کمکت کنم. ببین من برای اینکه این یارو به زندگی امیدوار بشه و از فکر خودکشی کردن بیاد بیرون، بهش گفتم که همیشه بعد از یه سری بدشانسی یه خوششانسی بزرگ برای آدم به وجود میاد. ولی هر کاری کردم، حتی با صحنه سازی و اینجور کارا هم نتونستم حریف شانس مزخرفش بشم. دیگه موندم باید چی کار کنم. همین امروز نزدیک بود بیفته بمیره تفلک. یه جوری داری دل میسوزونی که کم کم داره حسودیم میشه ها. برو بابا تو هم. برای من فقط یه مریض ساده است. اگه نتونم براش کاری بکنم باید پایان‌نامه‌مو از اول شروع کنم. ببینم یعنی رفتن و لنگ یه الف بچه است؟ آره یه جورایی. تا پایان‌نامه‌مو ندم که نمیتونیم بریم. ببینم یارو چند سالشه؟ چیکاره است؟ جوونه، بیکاره، مدیریت صنعتی خونده ولی از بس خوش شانسه اینجا کارگیر نیورده. خونه‌شو بلدی؟ آقا حالت خوبه؟ آقا حواست کجاست برادر من؟ آدم به این گندگی رو نمی‌بینی؟ واقعا شرمنده. ببخشید الان حال مالت خوب جای آره آقا خوبم، برو به کارت برس. من هفته یه بار میرم زیر ماشین. برو آقا. نه یه آزمایش عکسی چیزی شما. آقا برو به کارت برس عزیزم. حداقل مسیرت یه مسیری چیزی. آقا من میخوام برم ولم. بیا عزیزم بیا میرسونم تا مشکل نداره. شما بشین آقا بشین. خدا رو شکر به خیر گذشت، ولی همچنین شما بی هوا پریدی وسط خیابونا. حواس برای آدم نمیذارن. چته بدهی بالا آوردی؟ چکمکت برگشت خورده؟ نه بابا بیکارم. داشتم میرفتم دنبال کار. رشتت چیه؟ مدرک داری یا نه؟ لیسانس مدیریت صنعتی دارم خیر سرم. دروغ میگی؟ عجب شانسی. طوری شده؟ چرا وایسادی؟ آقا خیلی عجیبه. من همین امروز داشتم دنبال یه لیسانس مدیریت صنعتی میگشتم. مثل که خدا شما رو قرار داده سر راه ما. ولی چیزی که زیاده لیسانس مدیریته. نه بابا اصلا گیر نمیاد.
با ما کار میکنی؟ من سابقه کار آنچنانی ندارم ها. یعنی استخدام شدم ولی هر دفعه یه مشکلی بدشانسی پیش اومده. آقا این دفعه هیچ مشکلی پیش نمیاد. شما الان وقت داری با هم یه سر بریم کارخونه؟ الان؟ اینجا مال عمومه. من از بچگی اینجا داریم جون میکنم. سمت شما اینجا چیه؟ چه کاره این؟ من آچار فرانسه. فقط یه چیزی رفتیم خدمت عمو جان، شما زیاد صحبت نکن، من خودم حلش میکنم. باشه. پس چرا تاکنون خدمت آقای مهندس نرسیدی؟ مگه این شرکت‌های بزرگ و کارخانجات فصیح این اجازه رو به ما میدادن که دستمون به دامنشون برسه؟ منم امروز به حسب تصادف تونستم زیارتشون کنم. خودشون هم فرمودن البته که یک مقداری از کارهای پرمسئولیت و پرفشار میخوان کم کنن و منم به قول بچه‌ها رو هوا زدمشون. حالا میخوام بدونم آقای مهندس خودشون تمایل دارن مدیریت کارخونه رو قبول کنن و در خدمتشون باشین؟ قرارداد بستن با هم. فردا باید برم مشغول شم. یعنی مدیری قسمت شدی جگرگوشه؟ قسمت کدوم مادر من؟ شدم مدیر کل کارخونه. یعنی اول مدیر عامله بعد من. البته این پسر کامرانه هم تبم نداری بگی من هزیون میگی. مطمئنی ما رو بهت زد سرت به جای نخورد؟ دری، دیواری، زمینی؟ دریوری نگو. قراردادو بخون، مبلغو ببین، حالشو ببر. ماهیانه 750,000 تومان علل حساب؟ بله. پس 100% یارو کمران نبسته بوده اون سرش خورده به جایی. درست همونطور که خانم دکتر گفته بود. نه؟ هم غلط نکرده باشم این خانم دکتر رو فالبینی رحمالی چیزی باید باشن. خوبه والا. ما فردا بریم خودمونو بنزیم جلو ماشین. وقتی 750,000 تومان پول ویزامونو میام میدم به این، من خودمون بنزیم جلو ماشین 1 تومان شیرین کاسه من. خلاصه دست و بالشو بند کردیم و رفت. بند خدا انقدر صورتمو ماچ کرد که پوست صورتم رفت. خب اینم پایان نامتون. خانم دکتر کی داری محضر؟ دکتر هادوی از سفر برگرده. بله بفرمایید. الو. سلام خانم دکتر. من ایران خوش اقبال هستم. سلام خانم، حال شما؟ اتفاقا خواستم بهتون زنگ بزنم. شما این زنگو باید دیشب میزدین، نه الان که کار از کار گذشته. چی شده مگه؟ خودت خوب میدونی که این داستان خارج رفتن پریسا توطئه پدرشه که اونو از من دور کنه. خب بالاخره اونم جوونه دیگه، دوست داره پیشرفت کنه. عجب حرفی میزنین. یعنی اینجا کسی پیشرفت نمیکنه؟ به کسی اینجا مدرک دکترا نمیدن؟ شما نگران نباش مادر. شما فقط سعی کن که زودتر عقد کنیم. من خودم باش میرم آمریکا، سر ماه نشده برش میگردونم. بالاخره شوهرش هم توانایی دارم دیگه. ولی اگه خدای نکرده دخترت بره آمریکا، باباش نذاره دیگه برگرده، اون وقت چیکار میکنی؟ اگه بچه نازنین من تو این تصادف ساختگی بلای سرش من چی؟ بله در این مورد حق با شماست. به خدا من خودم به کامران نامزدم گفتم که کارش واقعا اشتباه بوده. شما نمیگین این بهروز عزیز کرده من با این تجربه کم چجوری میتونه مدیریتی همچین کارخونه عظیمی رو به عهده بگیره؟ اگه فردا پس فردا یا یه هفته دیگه خدایی نکرده اخراجش کردن، وقت چه بلایی سر این بچه میاد؟ اگه بلایی سر خودش بیاره من شما رو مسئول میدونم. کامران میتونم بپرسم کار بهروز تو کارخونه چیه؟ با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستان. من خیلی صحبت نکنم، فقط میدونم با توجه به شرایطی که ایشون برای من توضیح دادن دوستان یه سری حقوق نگرفتن، در مضیقن. بله همه اینا هست. منتها با یه همدلی و یک دلی و با حمایت‌های شخص آقای کیانفر انشالله همه مشکلات رفع میشه و جبران میشه. من از همه شما متشکرم، ممنون. میگن کارخونه ورشکست شده. آخه ما با چه امیدی کار کنیم؟ ورشکست اونیه که امیدشو از دست بده. مگه میشه با این همه کارگر و کارمند و این همه دم و دستگاه؟ نه، ورشکستگی معنا نداره. طبیعتا مشکلاتی هست، برطرف میشه انشالله. کامران میگم این رفیقت نیومده نافرم دور برداشته. بابا چی کارشون داره؟ بذار با هم حال کنن دیگه. حال؟ من میگم شاخ نشه واسمون. نگاه میکنم کلی جنس داریم تو انبار، باید بره بیرون اینا. چای کاشم پیش گرفتی. نگران نباش.
به اونجا نمیکشه. این قیافه خونسرد با این لبخند میگه که تو یه چیزایی میدونی که ما نمیدونیم. آره داداش. دل دوزی دیگه تعطیل. مرگ یه بار، شیون یه بار. داداش نمیدونم چجوری از شما یه مقدار شک میزنی. چطوری بفهم؟ الو، سلام. چه عجب یادی از ما کردی؟ فکر کردم زنگ زدی از دلم در بیاری. دوستان عزیز، آنچنان دارن این بلبل سخنرانی میکنن که ببینی هضم میکنی. این باید سیاستمدار میشد این بچه. بعد میگه شانس نداره. البته امروز کلی ما رو همه رو امیدوار کردن به زندگی با سخنرانیاشون. قای گوشه بدم خودش صحبت کنی؟ نه بهروز اصلا نباید بفهمه که من تو با هم در ارتباطیم. خب اینجوری همه چی خراب میشه دیگه. ببین خودت هر جور میتونی کمکش کن. بالاخره به نفع خودت هم هست. با خیال راحت کارخونه عمو رو ول کنی. در ضمن بابت دیشبم ازت معذرت میخوام. حق با تو بود. من توی مدت خیلی به تو بی‌توجهی کردم. دیگه پارو نشو. باشه. نه باشه. خداحافظ. چی شد؟ همه چی خوب داره پیش میره. گفتش قشنگ بهروز سر حال، امیدوار داره کارشو انجام میده. وای دکتر آدمی شوکه میشه اگه بفهمه توی مدت کوتاه من این پارانویای حاد رو معالجه کردم. این شوک بعد از سمینار برای آقای دکتر لازمه. این پسری بدبختم میدونی چیه؟ مشکل اصلیش بیکاری و بیپولی بود. روش نمیشد بگه آی نمیدونم بچه‌ام و علم و بلم این جنگولک بازی همه بهانه بود. میگم خدا کنه فقط از پس این شغل بر بیا. آها خانم دکتر، ببینم شما خیلی نگران این پسر اینا. گلوملوتون سالمه؟ احیانا جایی گیر نکرده؟ گم شدم. اون برای من فقط یه بیماره. منم که دکتر. آها خانم دکتر تعارف نکنید، خدا از ته دلتون بشنوه. ما کارمون باشه از 70 میلیون حله ها. یعنی من احساس میکنم این ماشینه رو شما اگه محبت کنیم بفروشی همین یه ماه اینا جبران میشه. هم واقعا تو روحیه کارگر تاثیر داره. کجایی بابا مهندس؟ کل کارخونه رو دارم دنبالت میگردم. چی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ نه فقط میخواستم اتاقتون رو بهتون نشون بدم. اما جان اگه اجازه میفرمایید ببرمشون. نه کاری ندارم. ماشین رو لازم دارم. از فردام سعی کن حتما خودتو به سرویس کارخونه برسونی. خیلی ممنون قربان. با اجازه. به مجیدم بگو بیاد دنبال من. ببخشید. خب آقای مهندس، این میزتون و اینم کامپیوتر و اونم تلفن و داخلی نهم بگیری چای مایی هر چی بخوای واسط میارن و کولرت هم که داره میزنه و شما بشین حالشو ببر. البته ببخشید آقای مهندس، زیاد به نظرم با این کارگرا آتی پاتی نشی. زرتی با آدم پسرخاله میشن. خب مگه بعده؟ خب پسرخاله که بهتر از غریبه است. به شرط که کلاه قرمزیت نکنن. گوش کن حرف آقا مجید و صلاحتو میخواد. ببینم امضا کن. چی هم؟ فرم درخواست دست چک. امروز بیچاره شدم تا تونستم اینو واسه جور کنم. حالا حتما لازمه من دست چک داشته باشم؟ ببین آقای مهندس، حساب عموجان و شرکت و کارخونه به علت چک برگشتی مسدوده. منم که با اجازه گلت فردا مسافرم. بالاخره یکی بعد تو این خراب شده دست چکی حساب جاری چیزی داشته باشه یا نه؟ بله. بیا اینم بگیر علل حساب. این رسیدم امضا کن. مجید گوشی آقا رو برس. بله آقا اینم خط ثابت با گوشی. بفرما. شماره‌ش هم باقلوا روند 325 48 93. اینا همه مال منه. فعلا که خدا واسط خواسته. یه سری بازی باحال ماحالم واسط ریختم تو کامپیوتر. خودت سرگرم کن تا نهار. آقا خیلی ممنونم. واقعا شرمنده کردی. حالا تا شرمندگی خیلی وقت داری. سلام خانم دکتر. سلام. بفرمایید خواهش میکنم.
دستتون درد نکنه، مال منه. بله قابل شما. خیلی ممنون، مرسی. رفتین دیگه پیداتون نشد. من گفتم که حتما از مشاوره کردم با من دیگه ناامید شدی. والا یه چند روزی میخوام بیام خدمتتون برای تشکر، ولی فرصت نشد. یعنی اینقدر سرتون شلوغه؟ بفرمایید. با اجازه. راستش نمیدونم از کجا شروع کنم، ولی خیلی خلاصش میکنم. به طور کاملا اتفاقی و تصادفی و شانسی یه شغل خیلی خوب پیدا کردم با حقوق خوب و از همه مهمتر تو رشته تحصیلی خودم. یعنی اصلا باور نکردنیه. من واقعا نمیدونم از شما چطوری تشکر کنم. تشکر لازم نیست، من وظیفه‌مو انجام دادم. فقط خواهشم اینه که چند روز دیگه که دکتر هادوی برگشتن ایران یه نیم ساعتی وقت بذاریم بیاین اینجا. میخوام دکتر نتیجه کارمون ببینه، برام خیلی مهمه. چشم. اصلا شما هر روزی که خودتون صلاح میدونین بگین، من سریع خدمت میرسم. اصلا میخواین یه کاری بکنیم، میتونیم حتی قرار بذاریم با هم بریم بیرون. این دکتر هادوی رو میتونیم بگیم بیاد. نه همین مطلب بهتره. گفتین از کارتون راضی هستین نه؟ بله خدا رو شکر همه چی عالیه. ولی فکر میکنم که هنوز کبوترها به شما علاقه خاصی دارن. سلام. سلام، چطوری؟ ماشین خوشگلت کو؟ یه اولوسا تعریف میکنم. بذار برای بچه‌ها پایان‌نامه‌مو دادم تایپ کنن، باید برم بگیرم. پایان‌نامه بعدن، بشین کار مهمه داره. اوه این مرد شور اون بیمار روانی تو ببر. چیزی گفتی؟ چه گلای خوشگلی. از کجا میدونستی میام دنبالت؟ مال تو نیست که یکی از مریضا برای من آورده، برای تشکر از خانم دکتر. اگه یه دفعه دیگه این پسر رو دور و بر ببینم هم موضوع رو میکنم، هم میگم با تیپا بندازنش از کارخونه بیرون ها. فهمیدی؟ قضیه مخالفت پدر تو با ازدواج ما چیه؟ مگه میشه یه نفر اونور دنیا راجع به زندگی دو نفر اینجا نظر بده ها؟ مسئله این حرفا نیست که. اتفاقا پدرم به نظر من خیلی هم احترام میذاره. فقط میخواد خودش حرف آخر رو بزنه. بالاخره پدره دیگه. تو درکش کن. مطمئن باش بعد زندگی ما رو نمیخواد. حالا فکر میکنه اگه منو بکشونه اونجا، مادرم به خاطر منم که شده پاشه بیاد امریکا. ولی با ازدواج من و تو همه برنامه‌هاش ریخته به هم. تکلیف من بدبخت چه این وسط؟ اگه زن من نباشه که بهم ویزا نمیده. باباتم که گیر داده حتما بیا اونجا عقد کنی. نمیدونم. خودمون گیج شدم. یه کار دیگه هم میشه کرد. چی؟ مگه بابات اونجا شرکت نداره؟ چرا؟ خب اگه دعوتنامه از طرف شرکت بفرسته کارخونه ما، خب یه دعوتنامه باشه که رسمی باشه، من بتونم باش ویزا بگیرم. خب هم اینجوری میتونم برم آمریکا، بابات منو تایید کنه، هم تو کلکل با مامانت برنده میشه دیگه. میدونم مثل خون مثل دلم پیدا نمیشه دلبری ابرو کمونی خوشگله نامهربون خوشگله. بفرما سفارش مانجونتونه. دست شما در دیگر گوشه مامان. امروز بالاخره تمام کارگرایی که به خاطر بیپولی اخراج شده بودن رو برگردوندم سر کار. آفرین چه گرگوشه. خدا عوض خیرشو بهت میده. یه شیفت کاری هم اضافه کردم. البته با اضافه کاری اساسی. بفرمایید پر آقا. بله. یادم تو را فراموش. میگم خب حالا این کارا رو که واسه مردم کردی، واسه ما چیکار کردی؟ مواظب باش نیست. ای خونه بوات خراب. الان وقت کوچی دادن بود. آقای مدیر عامل، من با عنوان رئیس حراست کارخونه و حقوقم کمه. 300,000 تومان جلو گربه بذاری قهر میکنه. از فردا یا زیادش میکنه یا من استعفا صادر میکنم، نمیام دیگه. چی رو زیاد کنم پدر من؟ اونجا نگهبان داره. پس آقای چاردلی اونجا چغندره. آمو جون من خودم با این آقای چاردلی صحبت کردم. گفت یکی دو سال آخر میخوام بخرم. یعنی داره از فردا بازنشست میکنه خودشو. اتفاقا آقا جون لباس نگهبانی خیلی هم به شما میاد. چرا؟ شما اون لباس فرمه که اولای کارتون میپوشینی هیچ فرقی نمیکنه که. یه کاری هم برای برادرت بنیامین جور کن. ناسلامتی برادرته. نمیخواد مادر من. حالا میگن 2 روز مدیر شده، همه فک فرمولاشو آورده سر کار. ما همینجوری راست مثل آقاها میشرخونیم.
خب الحمدلله اینام که کار پیدا کردن مشغول شدن. فقط شما بیکار موندین که. میخوای شما فردا بیا اونجا بشو رئیس روابط عمومی، حسابداری، ها؟ ما اصلش از زن شاغل خوشم نمیاد. مجید تویی؟ نوگرم. او هواکشو بزن، یه قندی بسیزون، پیازی چیزی. همسایه شاکی میشن و برو بابا دلت خوشه، اینجا همسایه همه سینه سوختن. نمیزنی؟ تو ترکم از حالا میخوای خماری پس بدی؟ حالا کو تا USA بابا. چیز دیگه نمونده داداش، 2-3 هفته دیگه. جون من بابا دمت گرم. پس بالاخره عروس خانم بله رو داد. ایول. شام هم داریم یا نه؟ نه خونه مادر زنت نبودی؟ خب شام میخوردی دیگه. چقدر دریوری میگی؟ یک کلمه شام داریم یا نه؟ بینم دعوت شده باشی تو لبی. حالا حالیشون بذار خرم از پل رد شه، نوبت گربه رقصونی بنده میشه. ببخشیدا فضولیه ولی آخه میارزه واسه یک گرین کارت تا آخر عمر طوق لعنت بندازی گردن. بذار پام رو زمین اونجا صفر شه، 3 سوت کاری کتش میکنم. تازه داری میری زیر سایه پدرزن. با این اوضاع مالی خیتی که داری میخوای رو پای خودت وایسی؟ عمرم. نگران نباش، با پول میرم کلون. اتفاقا این فکس همین الان رسید. بله اختیار دارین، خواهش میکنم. ناراحت؟ قربان برای چی ناراحت؟ اتفاقا من خودم به پریسا خانم گفتم که این حق طبیعی شماست که به هر صورت روی داماد آینده‌تون شناخت داشته باشین. بله بنده به محض اینکه ویزا رو بگیرم خدمتتون تماس رو گرفتم. بله چشم، قربونتون برم، خیلی لطف کردی. خدافظ. پدر زنجان بودن؟ بله دیدم این استاد ادبیات حرف می‌زدی. دعوتنامه رو ببین بدبخت. دعوتنامه تجاری، بی منت، بی طوق لعنت. خب حالا این یعنی چی؟ یعنی US ویزا. حاجید ویزای آمریکا میگیره بدون عقد کنون. البته یه مقداری بابت پریسا عذاب وجدان داشتم که اونم حل شد. بابا عجب جونوری هستی تو. گناه داره دختر مردم. اگه میگرفتمش بعد میپیچونمش بدتر نبود. اصلا به تو چه؟ بانک چی شد؟ دست چک 16 رو گرفتم. پول چی شد؟ وام. بابا رفتم بانک، رئیس بانک مریض بود نیومده بود. اون وقت اون معاونش کی بود؟ حسنی. همون گفت فردا بیاین درست میشه. واقعا؟ ایشالله. برو بگو اون پسره بهروزم بگو بیاد اینجا. نهار میگی بیارن همین. نهار شما رو که چشم. اینم دست چک جناب مهندس. در ضمن خدمتتون عرض بکنم که آقای مهندس نهارشون رو با کارگرام علمی فرمایند. حالا یه امروز به ما تخفیف بدن با مدیرا نهار کوف کنن. برو بگو بیاد. چشم. یه آشی برات بپزم مهندس که روش یه وجب روغن حیوان باشه. آبرومون رفت.
خودم با وانت میاد دنبال وام 5 میلیاردی. تو بیکار بودی زیر پایمون نشستیم ماشینو بفروشه. حالا هرس نخور، رفتی دیگه یه دونه بهترش رو ببر. سلام عرض شد. سلام. آقای رئیس تشریف دارن؟ بله تشریف ببرید داخل. سلام عرض شد. آقای مهندس. بیا مهندس بیا امضا. آقا ببخشید سلام عرض کردم ها. سلام. خیلی خوشبختم از زیارتتون. بفرمایید خواهش می‌کنم بفرمایید. در خدمتم آقا بفرمایید. خب بیا امضا کن. ببخشید. الو. شانس مزخرف منو می‌بینی؟ برق رفت. ناراحت نباشین. برق اضطراری داریم. همین الان میاد. مبارکه. بالاخره این بام دست ما رسید. متشکرم. خودکار لطفاً. خب. هر موقع این برق قطع و وصل میشه این وامونده هنگ میکنه. خب یعنی چی میشه الان؟ تا اطلاعات نباشه که نمیشه کاریش کرد. شانس مزخرف منه، تقصیر برق نیست. شما تشریف ببرین فردا بیاین. این حالا هم درست نمیشه. راستش حالم خیلی خوب نیست. باید برگردم منزل. تشریف ببرین فردا بیاین. بیا پریسا خانم. بلش کن بذار سایلنت. هنوز که نرفتی که قربون شکله. از الان میخوای بپیچونی؟ زایست بابا. اینجوری براش بهتره. دل کندن از من واسش راحت تره. بینم میشه من بگی چه غلطی داری میکنی؟ آقا جون بعد از رفتن جناب عالی تکلیف من چی میشه؟ من چی کارم این وسط؟ نگران نباش. 2-3 روز دیگه همه چی حل. خب قضیه بانک چیه؟ با این پسره واسه چی کشیدی وسط؟ دهنت ورسه. دمت گرم دیگه آقا کامی. تاله شده از دهن ما حرفی در بره؟ نه شده. اون 5 میلیارد زبون بسته میاد میره تو حساب این پسره. مهندسم چک کشیده در بچه حامل به مبلغ 5 میلیارد تومان. مهندس چک کشیده؟ 5 میلیارد؟ غلط کرده؟ خب چقدر خری تو؟ چک پیش ماست. میریم پول از حساب میکشیم بیرون میفرستیم کجا؟ دبی. اینو خوب اومدی. اون وقت من کجام؟ دبی. اینو خراب کردی. من میرم الی. اون وقت عمو جان میمونه و مهندس و آگاهی شیراز. ببینم تو واقعا میخوای عمو تو دودره کنی؟ نترس. اون انقدر داره که تا آخر عمر بخوره و صفاشو ببره. واقعا بانک کارخونه جای طلبش برمی‌داره. اصلا چه داری من اینجوری نگاه می‌کنی؟ فکر می‌کنی من کلاهبردارم؟ همین عمو جانی که شما داری سنگشو به سینه‌ت می‌زنید موقعی که ما بچه بودیم کل کارخونه رو کشید بالا یه آبم روش. نصفش حق بابای بدبخت من بود. ما که بچه بودیم چیزی حالیمون نبود. مرد اون عموت بزرگت کرده، حق پدری داره گردنت. آره دلت خوشه. کدوم پدر؟ اون از اولم دوست نداشت من پیشرفت کنم. چطور پسره الدنگشو فرستاد فرانسه و سوئیس برای تحصیلات، من بدبختو کرد تو کارخونه واسه خرمالی ها. هیچ چی دیگه بگو. یه مرتبه میخوام عمو رو بفرستم کارباش. من دارم حقمو ازش میگیرم. 100 تومن برات گذاشتم گوشه موشه. برو بردار خودت هم یه جوری فکر کن و تو دیدا نباش. صلاح نیست بعد از رفتن من اینجا باشی. سلام، صبح حالتون بخیر. سلام جانم. حالتون چطور قربان؟ خوب هستین؟ نه خیلی خوب نیستم. یه خورده انگار فشار امروز افتاده در خدمتم قربان. خب پس خدا رو شکر می‌کنم کامپیوترام راه افتاد دیگه. بله همه چیز رو به راهه. فقط امضای من مونده. این پرونده شما کجا بودش؟ ای بابا چرا داری نگاه می‌کنی؟ بیا کمک دیگه. اینا بیا پرونده پیدا شد. قربان خدمت. دیوان آقا چی شد؟ آقای زمانی. دیوان آقا. چی شد؟ آقای معینی. آقای معینی. آره زنگ بزن. یعنی استاپ. این چیه و کجا میبری؟ برگه خروجیت کجا؟ فکر کردی ما رو سرخرمنیم اینجا؟ خب برمیگردم میارم براش. این چیا رو کجا میبری حالا؟ ببینم این چیا و چی هستن؟
چی هستن؟ سیراب شیردون. پلیس این کله پاچه ها رو درار ببینیم کیا هستن. خودتم پیاده شو. بابا گیر سپیچ نده دیگه. شما تازه اومدی به روال کار اینجا آشنا نیستی قربونت برم. نه خیر من تازه نیومدم. من 30 سال که پلیسم. پیچینی پس چرا رنگت پریده؟ من؟ نه من آژان دیدم. یه جوری برخورد میکنی انگار دوز گرفتی. نه پس سالم گرفتم. به پای میرم. اکبر آقا نوکرتم چرا اینجوری میکنی؟ بذار برم بابا دیرم شو. باش خودت جمع کن. پس این دل و قلبه ها توی این ماشین رو چیکار میکنن؟ ها؟ من با تو نیستم. کله پاچه و سیراب شیردون ها؟ اروا عمه. اکبر آقا بذار بره. نگاه کن. ای خود آقای کیانفرم دستور بده با تا این وانتو خوب بازرسی نشه یه سانت هم حق نداره اینجا تکون بخور. من دارم بهت میگم بذار بره. چهارشنبه 11 و نیمه ظهر. آقای کامرانخانه ها انباردار داره میگه بدون اطلاع این بوده. بعدم جنسای داخل ماشین با برگه خروجی یکی نیست. یعنی میگی دزدکی داشته همه جنسا رو از کارخونه خارج میکرده؟ میگه حالا. آره آقا خدا به سر شهادت جون شما میگم این چیایی توی وانتو چی هن؟ مجوز دارن؟ اصلا چی هست اینا؟ میگه کله پاچه و سیراب شیردونن. جون تو الان کجاست؟ توی حالتون جمع باشه. یه جایی تحت کنترل خودم. من خودم رسیدگی میکنم. کسی که متوجه چیزی نشد. نه یعنی من نخواستم کسی متوجه شه، چون این تنهایی که نمیتونه جنس اینجا خارج کنه. این احتمالا یه همدستایی هم داره. همدست؟ مثلا کی؟ بالاخره تنهایی که نمیشه این همه جنس از این کارخونه هر رو خارج کرد. یه دستایی با دستایی همدسته. بالاخره دست به دسته تا این دسته. البته گاهی هم اشتباه میشه. هر چیزی رو تو لیست بعض وقتا فراموش میکنن بنویسن. البته مشکل فقط چند تا کارتون نیست. ما با یه سری مشکل دیگه برخوردیم که اینجا داره بیداد میکنه. ما؟ بنیامین چند وقت داره به ما کمک میکنه. صورت خرید و موجودی انبارم بنیامین برای من درآورده. خب نتیجه؟ موجودی انبارتون با این لیستا هم خونی نداره. اون وقت مقدار مواد اولیه خریداری شده با خروج خط تولیدتون تناسب نداره. نه این طبیعیه. همیشه مقدار پرتی هست تو تولید. نه خیلی بیشتر از پرتیه. تقریبا 1/3 مگر اینکه پرتیتون خیلی بالا باشه یا اینکه مثلا غیب شده باشه. من میگم زنگ بزنیم به پلیس. آقا بالاخره یه عده دارن از این کارخونه دزدی میکنن دیگه. پلیس؟ وایس بینم آقا جون وایس. من پلیس نبودم. خیلی سر پلیس چی بگو بابا جون من پلیس بودم دیگه. 30 سال کارم این بوده. ول کن آقا جون آبروریزی میشه. من خودم حلش میکنم. 20 سر صدا. آقا صبر کن. واسه چی داره شلوغش میکنی؟ اصلا اجازه بدین من یه چیز خدمتتون عرض کنم. من یه ساعت هم جایی که یه مش دزد کلاهبردار با هم دیگه خیلی راحت و خوب و خوش دزدی کنن مال مردم ببرن بیرون بفروشن نمیتونم زندگی کنم. من از همین ساعت استعفای خودم رو صادر کردم. ما رفتم خانه دیگه. پدر جان صبر کن. بابا جان شما انقدر با عجله تصمیم نگیر. روزی ببینیم چی میشه. آخه ببین تو صورت من نگاه میکنه میگه ما الان موقعیت کارخونه موقعیت ویژه‌ایه. بعد از این همه مدت دوندگی و اینو ببین و اونو ببین دارن بهمون وام میدن. میدونی اگه الان پای آگاهی پلیس به اینجا کشیده بشه چی میشه؟ یعنی وام مالید. لااقل به آقای کیانفر اطلاع بده. اون با من. الان عموجان به اندازه کافی استرس داره بابت وام. بذارین وامو بگیریم خودم بهش میگم. آقا کامران الان دارم بهت میگم و پای من وسط باشه حالا وامی در کار نی. بابا اینا میدونن من چی میگم. ول کن آقا جون به حرف ایشون گوش نکن. ایشون یه مریضی جدید گرفته پانانما چیه درست میشه. ما هم تو جوانی تو سن ایشون داشت. اینم حالا ممکنه بعداً بگی کار خودت بکن. بگین چیکار داری؟ من فردا هر جوری هست اون امضای لعنتی رو میگیرم. حتی به زور اسلحه. جاش تکون نخوره. بخوابید رو زمین. بخوابید رو زمین. درست بشی سر جای. تکون نخور. بخوابید رو زمین. آقا جون مادرت امضا. بشین. برو بر ببینم. بلند شو. برو در گاف صندوقو باز کن. چی کار میکنی؟
امضا میکنی خلاصش کنم؟ میکشتشا. امضا کن. بیا امضا کن. بگم بازار رو میکشه. امضا کن. امضا کن. افا آقا خدمت شما. دست شما درد نکنه. بریم سر اصل مطلب. من فرصت زیادی ندارم. من باید چیکار کنم؟ چیز خاصی نیست، فقط یه امضای خوشگل میخوام پای یه چک. همین. این چک 500,000 تومنه. 300 تومن بابت اجاره خونه، 200 تومن هم بابت خسارت سخت. جون آقا بهروز 200 کم نوشتی. ببین قیمت آجر و سیمان و گچ مثل این که دستت نیست. اتفاقا قیمت مساله خوب دستمه. حالا اگرم کم کسری اومد من هستم تقدیم میکنم. حالا آقا بهروز این چک اعتبار داره؟ اختیار دارین آقا، چک روزه. برم بانک میخوام بخوابونم به حساب دخترم ها. مطمئنی؟ شما برو به حساب هر کی میخوای بخوابونی بخوابون، خیالت راحت باشه. الو سلام خانم دکتر. ببخشید من بعد موقع مزاحم شدم. به دستت درد نکنه. لامصب مو نمیزنی. بی خود که بهش نمیگن 5 طلا. خب آقا کامران، گیرم پول از حساب کشیدی بیرون و حواله کردی دبی. بعدش چی؟ بعد دیگه نداره. من و شما دبی همدیگه رو میبینیم. آقا بهروز هم میفته زندان، راحت میشه از اقبال بعدش. آقا این خدمت شما. نه آقا کامران باشه، همه رو با هم دبی حساب میکنیم. حالا اگه با من کاری ندارید مرخص شم. باشه آقا پس دیدار تا دبی. فدای تو. آقا چاکر. خداحافظ. کسی که 5 میلیارد هاپولی کرده باشه که راه نمیفته بره کارخونه. فردا اگه پسر با بابا و داداشش راه افتاد رفت کارخونه ضایع میشیم ها. نترس. آقا بهروز و ایلو تبارش از فردا دیگه نمیان کارخونه تا موقعی که دستگیر شن. دستگیر شن؟ هنوز زود منو بشناسی جوجه. سلام. با آقا کامران اینجا چی کار میکنی؟ بابا بازم دمشون گرم واسه کارمندا سرویس گذاشتن. مشکلی پیش اومده؟ بله مشکلی پیش اومده. شما میتونین تشریف ببرین منزل سفت استراحت کنید. جدی با حقوق یا بی حقوق؟ آخه چی شده؟ شما هم تشریف بیارین بهتون میگم. خب بگو چی شده؟ باشین تو خب ماشین. میمیری یه کلمه با من بگی چی شده؟ یه مشکل شخصیه. حالا اگه آقا بهروز خواستن براتون بعداً تعریف میکنم. شما هم بهتر دنبال شغل جدید باشید. تو برو خونه من حلش میکنم. برو. ببین جذبه یه موقع اونجا که استراق منو گرفت بگو جلسه سا نگه استراحت میکنه. آفریدون چشتون ما یه نگاه کردیم ما رو اکار بیکار کردیم. بابا دلم اومد تو دهنم بگو چی شده؟ اتفاقا دلم نمیومد باید این کارو بکنم. یعنی حقیقتش به پریسا خانم قول دادم که نگم بهت، ولی خودت خرابش کردی. پریسا؟ کدوم پریسا؟ مگه شما چند تا پریسا دارین؟ اما پریسا خانومی که گلوت پیشش گیر کرده، هم که جناب عالی اینقدر میره پیشش مشاوره. مسائل شخصی من به کسی ربطی نداره. اتفاقا این مسائل شخصی جناب عالی نامزد بنده است. پریسا نامزد توئه؟ اگه اجازه بفرمایید. اتفاقا این پریسا خانم که نامزد بنده است و بسیارم دوستش دارم، برگشت به من گفتش که یه مریضی دارم، فکر میکنه خیلی بدشانسه، مالی خولیاده. میگن پارانویا. ولی من باید با پریسا صحبت کنم. پریسا دیگه با تو حرفی نداره، چون پایان نامه‌شو داده. تاریخ مصرف دیگه تموم شد مهندس. نمیدونم چی بود. عزیزم پاتو از زندگی پریسا میکشی بیرون. دیگه زنگ منگ هم بهش نمیزنی. فکر نمی‌کنم از این ساده‌تر بتونم بفهمم. بله والا من از اولش هم قصد مزاحمت نداشتم. فقط کارخونه بی کارخونه. اما موضوع رو فهمیده، خیلی هم شاکیه. همین الانش هم به تو فک فامیلا و اینا دیگه اجازه نمیده صبح بیا این کارخونه. کلید اتاق، کلید کمد، دست چک، موبایل رد کن بیاد ببینیم بابا. زیاد سخت نگیر. اینم یه تجربه بود برای خودش. فقط یه نصیحت بهت میکنم تو عالم رفاقت. هیچ وقت به زنها اطمینان نکن. هیچ وقت.
خانم دکتر ترسم از اینه که خدای نکرده این بچه نه اینکه خوده دوباره تصمیم اولش نگیره خودکشی میگم نکنه. فرمایش میفرمایینا. شما یه زنگ دیگه بزنین. چشم. اینا هم که فقط برای عکاسیه نه تلفن. زنگ این فکر کنم یک کدومشون باشم بالاخره. با اجازه من ببینم. مطبم نیومده؟ نه دیشب به من تلفن کرد برای امروز قرار گذاشتی. فکر میکنم هرچی هست مربوط به آقا کامرانه. میشه خواهش کنم بهشون یه زنگ بزنین؟ زدم اونم جواب نمیده. اصلا نمیتونم بفهمم داره چه اتفاقی میافته. یه چیزایی هم راجع به بدشانسی و این حرفا گفت ولی نگفت نمیاد. خانم جان اومده بهروز فقط تنها بهروز بقیه چی شده؟ اجازه بدید من برم باش حرف بزنم. شاید یه حرفایی رو روش نشه جلو شما بگن. بله ببخشید مزاحم شدم. فقط نگران نشین خودم میارمش خونه. کجا بودی تا این وقت شب؟ همه رو نگران کردی. شما که پایان نامه تکمیل شده دیگه نگران چی هستی؟ پایان نامه؟ دیگه خودتون رو به اون راه نزنین. به اندازه کافی منو سیاه کردین. دیگه هم لازم نیست بر من دل بسوزونی. تو باید به حرفای من گوش بدی. من فکر میکنم تو این مدت شما حرف زدی من گوش دادم. حالا من حرف میزنم شما فقط گوش میدی. خانم دکتر من موش آزمایشگاهی نبودم که بخوای درس و مشقتو رو من امتحان کنی. من یه آدم ساده یه بدشانس بودم که حرفای قشنگ تو باور کردم. هر چی گفتی گفتم درسته. همه اتفاقا داره طبیعی میفته. منم توهم زدم و قاط دارم. ولی دیدی که تو دکترم شانس نیاوردم. داری اشتباه میکنی. من همه اون کارهایی که تو هیچ وقت متوجه نشدی رو فقط به خاطر خودت کردم. میتونی از مادرت بپرسه که پس توطئه خانوادگیه. همتون دست به دست هم دادین منو سر کار بذارین. میتونم تصور کنم چقدر به من خندیدی با اون همکار دکترتون. ببین من نمیدونم که کامران بهت چی گفته ولی من همه اون کارا رو فقط به خاطر معالجه خودت کردم. لازم نبود به خاطر پایان نامت خودت و بقیه و نامزدتو به زحمت بندازی. ولی رک و راست به خودم میگفتی. به خدا میومدم سر کلاست هر چی لازم بود میگفتم. چون فکر میکردم لیاقتشو داری. یه لحظه صبر کن. من هنوز حرف دارم. ولی من حوصله شنیدنشو ندارم. هی انگوش تو قفس این بنده خدا رو نکن. حالا کجا میخوای بری مادر؟ والا هنوز خودم هم نمیدونم کجا میخوام. من میگم کارو به این درستی، حقوقو به این خوبی، دختره به اون خوشگلی، همه رو میخوای ول کنی کجا بری؟ حالا راست میگه دیگه آقا جو. خود به جهنم. یا آقا جون اکار بیکار کردی آخه. مادر براشون توضیح بده. یه وقت بلای سر خودت نیاری جگر گوشه. اوه جگر گوشه مگه میخوای رومین؟ بادم جون من آفت نداره که. راست میگه بنیامین. من تو مردنم شانس ندارم. نه میمیری. اون کفشه منه. با جناب مرد 6 میلیون دلاری کجا با این عجله قربان؟ چی شد آقا مجید؟ اتفاقی افتاده؟ هنوز نه ولی قراره بیفته. ببین آقا مجید من کار دارم حوصله‌ام ندارم. حوصله این دوست بازی‌ها رو هم ندارم. دیرم شده. برو دنبال کار. بچه پروکاری نکن جلو بچه محلات کنه. میگم درس تو ببند بابا. بابا واسه چی میزنی نامردا؟ من با پریسا کاری ندارم. راستشه. این که شانس نداره میفته میمیره. بابا با گندی که این زده به زندگیمون حالا جا داره. بابا بس بخوره حالشو ببره. گفتم کافیه. برو زنگ بزن به پلیس بگو دزد پولا رو در حین فرار دستگیر کردی.
دزد پولا؟ چی شد جناب سر؟ والا هنوز حرفی نزده. میگه من هیچی نمیدونم. ولی به هر حال راهی جز گفتن حقیقت وجود نداره. حالا ما باید چه کار کنیم؟ این نامه رو ببرید بانک، جوابشو بگیرید. ما هم سعی میکنیم بفهمیم اصل ماجرا چی بوده. جناب سروان ببخشید، ایشون نمیتونن تنها باشن، یه همدستی چیزی باید داشته باشن نه؟ احتمالش هست. ببخشید آقایون. عمو جان میخوای من فردا بیلتو کنسل کنم باهاتون بیام بانک؟ نه عمو جان تو به زندگیت برس. من خودم فردا میرم بانک. اصلا بهش نمیاد که این همین عاجز باشه. آره خیلی پدر سوخته بود. اون قیافش نمیخورد اصلا اینجوری باشه. شما یه الان خسته اید، اگه لطف کنی بریم منزل و زنبا هم نگرانتونن. بفرمایید. رویای من شبانه، رویای دیدن تو، پایان انتظارم خواب رسیدن تو، آخر حدیث عشقش در پیش دل سرودم، پرواز خاطرم را از کار دل ستودم، شطرنج بازی دل در شعر خواهش من، با کی شما یک حرف تسلیم و سازش خوبی؟ پایان نامه شما هنوز تکمیل نشد. من هنوز تو جای شما. اینجوری حرف نزن. من اولش شاید فقط میخواستم پایان نامه‌مو تکمیل کنم، ولی خیلی از کارهایی که کردم فقط به خاطر خودت بود، چون فکر میکردم لیاقتشو داری. ولی نداشتم. میبینی که یه کلاه گذاشتم تو سرم تا خرخره. تقریبا پلیس قانع شده که تو کاری نبودی. داریم با کیانفرم کل میکنیم که بیاد رضایت بده. من خودم انداختم تو این مخمسه، خودم هم میارمت بیرون. اینو بهت قول میدم. بله عزیزم، این دیسکو اینجوری زنگ میزنی؟ سلام. بگو نرگس خانم شمایی؟ ببخشید من زنگ بالا رو زدم. بله میدونم. این پدرتون مهندس سازی در آوردن، سیماشو جابجا زدن. الان آیفون هم قطع شده. فقط لطف کنیم بهشون بگی این معضلی شده واسه ما. باشه. حالا میشه در باز کنین؟ من خیلی عجله دارم. بله من باز میکنم، ولی مادرینا تشریف ندارن و رفتن پیکنیک. نیستن؟ کجا؟ البته والدین منم نیستن و وگرنه حتما دعوتتون میکردم تشریف بیارین داخل. بعدش این تو هم دارن بنایی میکنن. این اتاق شما بود درست زیرش اتاق منه، اون الان سقفش سوراخ شده دیگه، دارن بنایی میکنن. اون یکی هم که واسه به روز ما یه مشکلی پیش اومد. خدافظ. من درد بخورم بهتره پیاز کیلو 800 تومانیه. خدا بس کن دیگه. سلام مادر. قربونت برم. خوبی بابا؟ سلام بابا، تو کی رسیدی؟ همین الان. نمیدونی چه اتفاقی افتاده؟ چیه؟ چرا نفس میزنی؟ کسی طوری شده؟ نه بابا، یه خبر خوشه. دارم دیوونه میشم. وای خدایا. صبر کن ببینم. داری دیوونه میشی؟ خبر خوشیه؟ نه اینه، نگاش کنید. پرینت بانک. خب که چی؟ اونجا رو بخونید. یه نفر 5 میلیارد ریخته به حساب من. وای دارم خون میشم. 5 میلیارد؟
تو به یه قیافه نگاه کن. سعی کنی قیافه منو تو کلت حک کن. زود بگو ببینم با کیا هم دستی؟ این چیزا رو از این کارخونه کجا میبری؟ با کیا میبری؟ زود تو سری وقت ما رو نبید. الان میگم اکبر آقا. با تنسی تاکسیدا و چاملی. تاکسی بار داره. چارلی تاکسی بار. یه چیزایی دستگیرم شد. تاکسی بار چارلی. تنسی تاکسیدا دیگه بابا. تاکسی داشت. تاکسی داره؟ من همه تاکسی دارای شهر میشناسم. راننده آلکاپون بود. نمیشناسی؟ آخه تو چجوری پلیسی بودی آخه؟ نکنه راننده تاکسی قدیم مال قدیم بوده، یعنی توریست بوده اومده بوده توی شهر رو تاکسی کار میکرد. یعنی گروهتون بین المللی؟ امریکا پاش تو وسطه. یک انگیزیر میدم از هم جفتی تو. حدود 20-25 ساعتی گذشته. من خسته کردی هم خود تو. نمیخوای بگی این کیان که باشون هم دستی؟ الان اعتراف میکنین ها؟ میگم عروسک قشنگ من قرمز پوشیده. ای ناکس تو من زیر کار گذاشتی لعنتی. وقت خودتو من بکش کناری نو. برو کنار خواهش میکنم. اعتراف میکنم اکبر آقا با کشک به خدا اعتراف. همه رو من بردم. هرچی تو این کارخونه دزدی شده همه رو من بردم. آقا اصلا اون هیروشیما بمب بود اونو من انداختم. بکش کنار خواهش میکنم. من دستم بنده دارم بگیر خواهش میکنم. مسافر محترم به پرواز شماره 611 هواپیمای آسمان به مقصد دبی لطفا هرچه سریعتر به سالن گذرنامه مراجعه فرمایند. صباح الخیر. اهلا وسهلا. تفضل شرب شاهي. نفهمیدم چی گفتی ولی دمت گرم عزیزم. Hello, this is my key. آره. And this gentleman is waiting for you. اهلا و سهلا رفیق. حال مالت چطوره؟ هاواریو؟ چرا زبونت بند اومده؟ چیزی شده؟ رفته بودم بانک پرینت حسابتو بگیرم. میری سفارت نشون بدی. خب حالا نمیدونم آقا کامران، من خودم هم گیج شدم. سر در نمیارم ولی حتما اشتباهی شده. آره اشتباه شده. بگو ببینم چی شده. بنال ببینم. آخه فقط 500,000 تومان تو حسابت بود. اونم یعنی 2,000 درهم. $500,000 تومان؟ بله. حالا مهم اینه که پول پیدا شده. اون خانومی هم که پول به حسابشون رفته حوالش کرده به حساب شما. البته من قوله مجدگونی اساسی رو بهشون دادم. این که حتما. واقعا شانس آوردیم که این همه پول پیدا. البته همش هم شانس شما نبوده. این مقدارش هم بدشانسی داداش من بود. آخه میدونی این همه کارش مثل آدمیزاد که نیست. یرخیه. ولی من مطمئنم که همه اینا کار کامران بوده. که حتما. یه عالمه دلیلم برای این حرفم دارم. بله ما اصلا کلی مدرک و اینا جور کردیم کشیدیم وسط گذاشتیم خدمتشون. حالا شما باید رضایت بدین که بهروز آزاد بشه. البته تا متهم اصلی گیر بیفته. که حتما.
من از اولم میدونستم که کاری بهروز نیست. ما دلایل کافی برای اینکه کار کامران باشه اصلا نداریم. شما نگران نباش. من آقام الان اون تو داره شدید از اون نوچش مجید اعتراف میگیره. 10 دقیقه دیگه با اینقدر اعتراف پرونده اینجاست. من میدونم. هنوزم باورم نمیشه. اون همیشه میگفت شما حق پدرشو خوردی. میگفت سهمشو از کارخونه، البته ببخشید ولی شما بالا کشید. من نصف کارخونه رو به نامش کرده بودم. منتظر بودم عروسیتون به پاشه تقدیم کن. بلنگ 10 تومن اون وقت نکن دیگه بابا. باز اشکاور لعنتی. یالا زنم ظلمت بسوزه. سلام آقای کیامسا، چطوری همون خوبی؟ ایم یه بلبل سخنگو. این چیایی هم که این نبرده کسای دیگه بردن ایشو گردن میگیره. میگینه نگاه کن. نکن دیگه بابا. چشم میگم آقای کیامفر همش نقشه این کامران لعنتی بود. من اخفال شدم به خدا. 100 تومن منم بالا کشید. فقط تو رو خدا اگه به پول تو رسیدین یه اسپری واسه زیر بغل این بگیرین. خواهش میکنم ازت. کار از اسپری گذشته دیگه. باید برم تو بشکه گلاب. خب امری نیست با من. برو به امید خدا. مواظب خودتم باش. حتما. خیلی ممنون. خدا نگهدار. زنده باش. خدا شکرت. تو من شیرین داشتم. آقا جون خیلی مخلصم. قربونت برم. جگر گوشه این مامانش چیکار کردی با خودت؟ خیلی مخلصیم آقا جون. خیلی زحمت کشیدی. خجالتمون بدید. خجالت اون بی پدر باید بکشی که به این دردسرا مشکل انداخت. دردت به جونم مادر. یه هفته که نبودی به من 1 سال گذشت. حالی هم میبنده. میگم یک بازجوی فنی از این نسناس کردم. مجیده. آره این چیایی هم که خودش نبرده بود گردن گرفت. همه رو اقرار. حالا شما بعدا اونو فرمایش بفرمایید. شما پس بفرمایید. چه بهروز این پریسا جون خانم دکتر خیلی دنبال کارت بود توی این مدت که تو نبودی. خانم دکتر بفرمایید. خیلی ممنون. شرمنده کردی. حالا دیدی بچه‌هاست نیستی؟ کدوم متهمی ظرف یه هفته تبرئه شده؟ اونم از یه همچین اتهام به این بزرگی. آره حق با شماست. میگم کاکو جون این کبوترها هنوزم علاقمند جنشونه ای از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوام بمان. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوام